سلام. به یکی دیگر از ویدیوهای سواد اطلاعاتی خوش آمدین. در این کلیپ میخوایم درباره تفکر خلاقانه صحبت کنیم. وقتی باره تفکر خلاقانه را میشنوین چی چیزی به ذهنتان میآید؟ معمولا عبارات مانند خارج از چارچوب فکر کردن، نوآور بودن، متفاوت فکر کردن، درست؟ اما تفکر خلاقانه با تفکر انتقادی که قبلا خواندیم چه تفاوت دارد؟ حالا میبینیم. بسیاری از مردم میگن تفکر خلاقانه برای دنیای هنر است، اما تفکر انتقادی برای دنیای کسب و کار و محل کار. در محل کار ما سعی میکنیم کارآمد و موثر باشیم. اما من به شما توصیه میکنم که اگر چنین نظر دارین در تعریف این دو مفهوم بازنگری کنین و مطمئن شوین که پیش‌روی یا تعصب شخصی در برداشت شما از این دو واژه دخیل نیست. بسیاری وقتا اینا میتونن که دو روی یک سکه باشن. مثلا توجه کنین به این دو مثال. یک روزنامه‌نگار برای که یک موضوع را که میخواد بنویسه، مصاحبه‌اش، منابعش، فضای دیدش، کلش بررسی کنه و دمارشان به صورت انتقادی فکر کنه. اما هنگام نوشته میکنه باید خلاقانه عمل کنه که مطلبی را که مینویسه توجه مردم جلب کنه. در مثال دیگه یک مدیر مالی است که میخواد که کاش بته هزینه ها را بدون از این کارمندای خود اخراج کنه. حال چطور امکان داره که کار بکنه؟ در این مورد باید خلاقانه فکر کنه، اما در پالش باید انتقادی فکر کنه که بتونه بهترین روش ها را پیدا کنه که چطور این عمل انجام بده که هم هزینه را کاهش بده، هم کارکنای خود اخراج نکنه. حالا بر شما یک تمرین دارم. شبکه را که میبینین 9 نقطه داره، کوشش کنین که اما نقاط با خطوط مستقیم بدون که قلمتانه از روی کاغذ وردارین به هم وصل کنین. این کار در کمتر از 5 خط باید انجام بدین. حالا ویدیو را توقف بتین، یک کاغذ را بردارین و کوشش کنین که معما را حل بکنین. چندین راه به حل این مسئله وجود داره، اما یکی از رایج‌ترین روش‌ها استفاده از 4 خط است. گوام به این شکل او را ما و شما میتونیم انجام بدیم. وقتی که به یک مشکل جدی روبرو میشیم، تا اگر به ما گفتم شود که خلاقانه فکر کنیم و خارج از چارچوب عمل کنیم، مغز ما چی کار را انجام میده؟ محدودیت ها ایجاد میکنه که اصلا وجود ندارن. اگر در یک تمرین مشکل داشتین، ممکن است فکر کرده باشین که چطور باید این کار انجام بدون بدونی که از خطا بیرون شوم. حتی اگر به صورت واضح ای را به خودم نگفته باشین، اما طور فکر میکنین. والده این مورد فکر کنیم که چرا چی در خانه، چی در مکتب، چی در محل کار بر دو نوع تفکر خلاقانه و انتقادی بر دوش ما و شما نیاز داریم.